40 سال پیش حضرت آقا در همین روز یک گفتگوی بین احمد کاظمی و مهدی باکری انجام شد و همین روز آقای مهدی باکری به معراج رفت و این گفتگو بعد از 40 سال با بیستیم من 4 بیتش رو میخوام اینجا بخونم که خود گفتگوها و صحبتهای این عزیزان هست. بخشی از این شعر: احمد کجایی؟ کاش اینجا می شدی ای کاش، یک دم شریک محفل ما می شدی ای کاش. احمد در اینجا چیزهایی تازه می بینم، با من دمی گرم تماشا می شدی ای کاش. احمد بیا، بیسیم مهدی از نفس افتاد، مهدی شفیع محشر ما می شدی ای کاش. اسفند روز 25 سال 63، 40 سال رفت ای کاش، پیدا می شدی ای کاش. آفرین. خب گفتم یادی بشه از این بزرگ مردانی که حماسه های بزرگی آفریدن و امروز دقیقاً 40مین سال عروج مهدی باکری است.